سلام بچه عزیز، گروه ایجادی شما را باز به تماشای برنامه نوبتی هفت رنگ دعوت میکند. بیایید به عالم افسانه های دوست داشته شما یک جای سر میکنیم و قهرمان یکی از آنها طاق سرخک را روی لوحه تصویر مینماییم. اگر شما آماده کار باشید پس شروع میکنیم. ما رسم طاق سرخک را در مرکز کاغذ جای داده تصویر مینماییم و اول از تصویری چهرهش شروع میکنیم. این گونه چهرهش رو تصویر کرده پس آن میگذاریم و پوره کردنی گرد و اطرافی چهرهش. این گونه موهایش رو نشان داده اکنون چشم و قاشی طاق سرخک رو پوره میکنیم. ما تصویرمان را دوام میدهیم و چشمانی طاق سرخک رو به نظرها نمایان کرده حالا باشد آن را با میشگان ها آرام میدهیم. حالا داخل چشمانی طاق سرخک را پوره کرده اکنون ابروانش را با این اشاره ها تصویر میکنیم. اکنون بینی چشم را نیز به نظر نمایان کرده اکنون لبانش را پر از تبسم تصویر میکنیم. اکنون با تصویر همان کلاهی مشهور رسم دخترک را پوره میکنیم. شروع میکنیم به تصویر کلاه و آن را با این اشاره تصویر کرده حالا باشد قسمای بالایش رو نیز این گونه آرام میدهیم و قسمی بالایی سری کلاه را پوره کرده این گونه انجام میدهیم. اکنون میگذاریم به تصویر قسم های دیگری بدن طاق سرخک و اول گریبانش را نشان داده با این اشاره ها آرام میدهیم. اکنون لباسی دخترک را این گونه به نظر نمایان کرده گریبانش را باز هم پوره تر میکنیم. اکنون شروع میکنیم به تصویر دستان دخترک. اول ما دستی راستش را تصویر میکنیم. این آستینش را تصویر کرده حالا باشد دستش رو نیز این گونه تصویر خواهیم کرد. این پنجه هایش رو نیز به نظر نمایان میکنیم. اکنون میگذاریم به دستی چپ. دستی چپش رو نیز آستینش رو با این اشاره ها تصویر کرده اکنون پنجه هایش رو نیز به نظر نمایان میکنیم. اکنون پیراهن دخترک را ما باز هم پوره تر میکنیم و دامنش را نیز با این اشاره های موجناک آرام میدهیم. اکنون با تصویر پیشگیرک رسمی دخترک را باز پوره تر میکنیم. این را نیز تصویر کرده با این اشاره ها آرام میدهیم. اکنون میگذاریم به تصویر پای هایش. پای هایش را نیز نشان داده اکنون میگذاریم به تصویر پای افزالش. پای افزالش را به طرز افسانوی تصویر کرده همین گونه آرام میدهیم. بچه عزیز بیایید با تصویر یک بچه رسم دخترک را باز هم پوره تر میکنیم.
ما تصویر بچه را از دسته آن شروع نمودیم. دستش را تصویر کرده اکنون میگذاریم به خودی بچه. آن را نیز تصویر کرده اکنون در روی آن یک روی مالچه را نیز تصویر خواهیم کرد. همین گونه. بچه عزیز، باید با تصویری راهی بیش از آر منظره روی لوحه را باز پورتر میکنیم. ما تصویری راه را از همین نقطه شروع میکنیم و با اشاره های موجناک آن را تا آخر تصویر خواهیم کرد. اکنون ما کناری راه را با تصویر یک گندچه آرام می دهیم. گندچه را با چنین نمود تصویر می کنیم. قسم های پایانی یعنی ریشه هایش را نیز نشان داده در کنار آن یک زنبورقچه خردکک را نیز به نظر نمایان می کنیم. از بس که قهرمانی ما در بیش از آر است، باید با تصویر درختان منظره روی لوحه را باز پوره می کنیم. ما تصویر درخت را از تنه آن شروع می کنیم و هر جا شاخه ها را نیز به نظر نمایان می کنیم. شاخه ها را نیز نشان داده این گونه آهسته آهسته آن را با برگ ها آرام می دهیم. با این اشاره درخت را باز پوره تر کردیم. اکنون بیایید بچه عزیز زیر درختان را با تصویر دو زنبورق آرام می دهیم. زنبورق دیگری را اندکی خردتر تصویر می کنیم و از این می گذاریم و تصویر قسم های دیگری لوحه. در تپه ها هر جا در دوری درختان را اشاره می کنیم. ما تصویر لوحه را با استفاده از قلم عادی پوره به انجام رسانیدیم. اکنون شروع می کنیم به رنگ و بار آن. ما قلم دلخواه را انتخاب کرده رنگ های لازم را آمیزش می دهیم. ما اول روی شیشه رنگ جگری پست را می گیریم و با آن رنگ سرخ را همراه می کنیم و رنگ دلخواه را آماده می کنیم. با این رنگ می گذاریم به رنگ و بار چهره دخترک. ما احتیاط کرده رنگ و بارمان را ادامه می دهیم و با این رنگ چهره دخترک را رنگ پوش می کنیم. آهسته آهسته چهرهش را نیز رنگ و بار کرده با همین رنگ دستانش را نیز رنگ و بار می کنیم. همین گونه. اکنون برای رنگ و بار کلاه دخترک ما روی شیشه رنگ سرخ را آماده می کنیم. رنگ سرخ هم روی شیشه آماده شد. با این رنگ می گذاریم به رنگ و بار کلاه دخترک. ما احتیاطکارانه و نازکانه کلاه دخترک را با این رنگ پوش می کنیم. جایهای نازکش را نیز احتیاط کرده رنگ و بار می کنیم. همین گونه. اکنون با استفاده از رنگ سیاه ما چهره دخترک را پوره می کنیم. رنگ سیاه را آماده کرده میگذاریم به رنگ و بار. ما سراسیمه نشته کارمان را دوام میدیم و داخل چشمان دخترک را با این رنگ نازکانه روی پوش میکنیم. اکنون مژگانهایش را نیز اشاره کرده میگذاریم به چشم دیگر. این چشمش را نیز آهسته آهسته با رنگ سیاه رنگ و بار میکنیم. و حالا ابروانش را نیز به نظر نمایان میکنیم.
اکنون ما روی شیشه رنگ کبود را آماده می کنیم. انا رنگ دلخواه هم روی شیشه آماده شد. با رنگ کبود میگذاریم به رنگ بار داخل چشمان دخترک. نازکانه کارمان را دوام میدهیم و داخل چشمان دخترک را رنگ بار کرده اکنون میگذاریم و اشاره کردن بعضی از قسم های گریبان دخترک و اکنون آهسته آهسته گردی آستین لباسش را نیز به نظر نمایان میکنیم. میگذاریم به اشاره نمودن پیشگیرک تاق سرخک. انا رسم دخترک تا رفت پرتر و زیباتر میگردد. اکنون برای رنگ و بار موی سری دخترک ما از رنگ جگری پست استفاده میبریم. ما رنگ را روی شیشه آماده کرده میگذاریم به رنگ و بار. احتیاطکارانه موی سری دخترک را آرامی دهیم و سراسیمه نشده به قسم های دیگر نیز میگذاریم. اینجا را نیز رنگ پوش کرده تصویرمان را باز هم زیباتر میگردانیم. ما باز از همین رنگ استفاده کرده سبچه را نیز رنگ و بار میکنیم. انا رسمی سبچه هم با رنگ جگری پست روی پوش کرده شد. اکنون برای رنگ و بار کم زرچه دخترک ما روی شیشه رنگ بنفش را آماده میکنیم. انا رنگ بنفش هم روی شیشه تیار کرده شد. با این رنگ میگذاریم به رنگ و بار کم زرچه دخترک. از همین نقطه شروع کرده ما آهسته آهسته رنگ و بارمان را ادامه میدهیم. میگذاریم و طرف دیگر آن را نیز با این رنگ و بار میکنیم. اکنون ما روی شیشه رنگ کبوتی بلند را آماده نموده دامن پیراهن تاق سرخک را رنگ و بار میکنیم. انا رنگ دلخواه هم آماده گشت. با این رنگ میگذاریم به رنگ و بار دامن پیراهن تاق سرخک. از این قسم شروع کرده دامن پیراهن دخترک را با این رنگ پوش میکنیم. آهسته آهسته به قسم های دیگر نیز میگذاریم. همین. اکنون برای ادامه رنگ و بار لوحه ما روی شیشه رنگ گلابی را آماده میکنیم. انا رنگ گلابی هم تیار شد. با این رنگ اول میگذاریم به رنگ و بار روی مالچه روی سبچه. آهسته آهسته کنج های روی مالچه را رنگ و بار کرده اکنون میگذاریم به قسم های دیگر. انا روی مالچه را نیز پر رنگ و بار کردیم با همین رنگ میگذاریم به رنگ و باری جوراب های تاق سرخک و هر جا ما رنگ و بار کرده رسم را باز هم زیباتر میگردونیم. اکنون روی شیشه رنگ زرد را آماده نموده پایافزال های پای دخترک را رنگ و بار میکنیم. رنگ زرد را آماده کرده با رنگ تیار کرده شده میگذاریم به رنگ و بار پایافزال ها را پر رنگ و بار کرده منظره را باز هم پرتر میکنیم. با استفاده از رنگ سبز ما سبزه و مایسه های روی لوحه را به نظر نمایان میکنیم. رنگ سبز هم روی شیشه آماده گشت. با این رنگ میگذاریم به رنگ و بار مایسه و سبزه ها. سراسیمه نشده کارمان را دوام میدهیم و رنگ و بارمان را از گرد اطراف درخت شروع کرده میگذاریم به قسم های دیگر تا رفت منظره ما پرتر میگردد و سبزه ها را تا این قسم رنگ و بار کرده آهسته آهسته میگذاریم
و قسم های بالایی. گرد و اطراف درخت را نیز با این رنگ روی پوش میکنیم. اکنون میگذاریم به رنگباری قسم های دیگری لوحه. اینجا را نیز آهسته آهسته نازکانه رنگ پوش کرده میگذاریم به قسم های پایانی. رنگ بارمان را دوام میدهیم و منظره لوحه را با رنگ سبز باز هم زیباتر و دلچسب‌تر میگردانیم. اینجا را نیز با سبز روی پوش کرده قسم های پایانی را نیز رنگ و بار میکنیم. انا رنگ و بارمان را با رنگ سبز پورا به انجام میرسانیم. بچه عزیز، روی لوحه رنگ سبز الکی خوش شد. بیایید اکنون با رنگ سبزی بلند تاریکی های منظره را اشاره میکنیم. رنگ را تیار کرده میگذاریم به رنگ و بار. سراسیمه نشده کارمان را دوام میدیم و هر جا تاریکی های سبز را به نظر نمایان میکنیم. یعنی قسم پایانی را نیز اشاره کرده اکنون قسم های بالایی را نیز با این رنگ پوش میکنیم. اکنون برای اشاره نمودن راهی بیش از آر ما روی شیشه رنگ نارنجی پس را آماده میکنیم. انا رنگ دلخواه هم آماده گشت. با این رنگ میگذاریم به رنگباری راهی منظره. سراسیمه نشده رنگبارمان را دوام میدهیم و از همین قسم شروع کرده آهسته آهسته راه را رنگبار میکنیم. منظره راه تا رفت پورتر میگردد و همین طرز ما تا پایان رنگبارمان را ادامه میدهیم. رنگبارمان تا رفت پورتر میگردد. اکنون با استفاده از رنگ جگری بلند کندچه را رنگبار میکنیم. کندچه را آهسته آهسته با رنگ جگری بلند روی پوش کرده با همین اشاره ها با همین رنگ میگذاریم به رنگباری تنه درخت. تنه درخت را نیز نازکانه رنگ پوش کرده منظره لوحه را باز هم پورتر میگردانیم. اکنون با استفاده از رنگ جگری پست بالای کندچه را رنگ بار میکنیم. انا کندچه ما نیز با این رنگ روی پوش کرده شد. اکنون روی شیشه باری دیگر رنگ سبز را آماده نموده برگ های درخت را رنگ و بار میکنیم. رنگ سبز را گرفته آماده نموده میگذاریم به رنگ و بار. از همین نقطه شروع کرده برگ های درخت را به نظر نمایان میکنیم و همین طرز آهسته آهسته به قسم های دیگر نیز میگذاریم. برگ های درخت ما تا رفت پورتر میگردد. ما رنگ و بارمان را با رنگ سبز قریب به آخر میرسانیم و همین گونه قسم های پایانی را نیز رنگ و بار کردیم. ما باری دیگر از آمیزش رنگ های سبز و زرد استفاده کرده درخت های قفای منظره را رنگ و بار میکنیم. رسم درختان را با این رنگ پوره میکنیم و خیلی که میبینه منظره ما تا رفت زیباتر میگردد. ما باری دیگر از رنگ سرخ استفاده میبریم.
رنگ سرخ را آماده کرده میگذاریم به رنگ‌وبار زنبورهای منظره. زنبورهای خردکک را نیز با رنگ سرخ روی پوش کرده. حالا زنبورهای پایانی را نیز رنگ‌وبار میکنیم. آنها همین طور. ما باری دیگر از رنگ کبود نفیستر استفاده کرده فضای لوحه را رنگ‌وبار میکنیم. رنگ کبود را آماده کرده میگذاریم به رنگ‌وبار. ما سراسیمه نشده رنگ‌وبارمان را دوام میدهیم و از همین قسمی لوحه شروع کرده فضای لوحه را رنگ‌وبار میکنیم. فضای لوحه تا پورتر میگردد اما نازکانه سراسیمه نشده فضا را رنگ پوش میکنیم. همین گونه آهسته آهسته فضای لوحه را رنگ‌وبار میکنیم و کوشش میکنیم که قسم های رنگ کرده شده لوحه را با این رنگ روی پوش نکنیم. فضای ما پورا رنگ‌وبار کرده شد. بچه عزیز، ما تصویر و رنگ‌وبار لوحه را پورا به انجام رسانیدیم. ما امروز روی لوحه را با رسم داغ سرخک آرا دادیم. در همین جا نمایش امروزه ما با آخر میرسد. خیر بچه عزیز، شاد و پیروز باشید.